ما یگان خائن نیستیم، یگان دشمن نیستیم، برای پیشرفت این وطن میخوایم خدمت کنیم. باوری کنن تمام دیگه. دلیر امام علی روز 15 ایون با عیبنامه همکاری با سازمان‌های ممنوع و دروغ پراکنی بازداشت شد. تا این روز هم به قبل خودش زیر فشار بود و بعد هر سفر به ناحیه مقامات او را به صحبت دعوت می‌کردند. بیشتری وقت در هر جایی که ما را دعوت میکنن به صحبت ها همین مسئله بررسی میشد که به این موضوع دخالت کنیم، به این موضوع دخالت نکنیم. ولی من آشکارا در این برنامه گپ آزاد میگم که هیچ وقت به گپ اون برادران نشده. به آگاهی به قبولی جناب بیک صبر شما خوب هستین؟ نه سلامت باشین. هیچ کار نداری رشوت نمیگیریم. ولی زب سبب سخت. یک بغل یکی نداده در حیاط. از کجا میدونید شما؟ همون بینای ساختمانی کی بود میشد؟ کارت چی بود؟ این بینا کی بود میشد؟ این وسایل اخبار ما هست، شما یک بار بگید که در کدوم آی شو تلا نتیر من شما اگه لباس نداره چی کردی برو ما از زیاد دیگه نمیتونیم استفاده کنیم. کده نیسان این 06 است یا 07 خوندای این بودجه من و شماست. اینجا میبیای اونجا را میگن، اونجا میری اونجا را میگن. از این در بیرون نشیم که نمیتونن در بندن. یک حالی ما ده هر ده 3 عائله زندگی میکنیم، 8 فرزند دارم. ما هم با شهروندا برید چه یک بار؟ برای چی؟ اختیارا از طرف خودشون قطعی نوار خواهش میکنن. هر شهر مقامات هر حکومت ناحیه به واسطه خودش باید مرکز مطبوعاتی داشته باشه. عجیب. لطفاً محبت کنین، معرفی کردن یاد گیرین. اکی میرزا را گین ما را اجازه چه داریم؟ ژورنالیست‌ها انتظاریم قبول. یک روزنامه‌نگار پشت در رئیس یک ناحیه برای گرفتن یک اطلاع چقدر منتظر می‌ایستد. خودشون معرفی نکردن در درای پنچر. امروز ما در حکومت ناحیه می‌بینیم مردم درد ناگفته زیاد دارد بر رئیس و به وزرا. از بودجه من و شما شهروندای عزیز این ماشین حکومت براش داده است، ولی من و شما را قبول نمی‌کند. یعنی من میگم برای چه از در یگان کس دیگه نبرآمد، از در دیگری بیرون می‌شدن اینا. این است واقعیت وضعیت حال در روزهای قبولی حکومتی. ازشون خواهش کردم که من یک زنگ تلفنی حق دارم زنگ زنم که من کجا میرم. گفتن نه ما زود جواب میدیم. تو وقتی داخل آن نهاد شدم در اولم شخصی که وابسته بود با من صحبت کردن در اول خوب صحبت میکرد، بعدا نمیدونم از چی یکم ناراحت شد و دست برداشت و دستم برداشت و من گفتم که کار خوب نیست دست برداشتن. همون لحظه گفت که چی دلیل داری که ما بالای سر تو دست برداشتیم؟ گفتم خب دیگه اتاق کاری شما ما هیچ دلیل نداریم و حالی هم هیچ دلیل ندارم که بگم که باید چند شپاتی و مشت زد. ما هیچ دلیلی ندارم. ولی من گفتم که یک صحبت مردانه برادرانه خوب نیست. بیاید انصافا صحبت کنیم. ما همینجا دیم یگان تروریست نیستیم، اکستریمیست نیستیم. رو برای شما و بعدا صحبت مون دیگه میگن دوام کرد تا 5 ساعت دیگه. در نهایت تو از خشونت نسبت تو کار گرفته شد متاسفانه. خب دیگه